محفل عروسی عجیب و غیر قابل باور لطیف عزیزی در کشور امریکا. لطیف عزیزی با کی ازدواج کرده است؟ شوهر لطیف عزیزی کیست؟ لطیفه چرا دیگر آهنگ نسرود؟ وظایف عجیب و غیر قابل باور لطیف عزیزی در کشور امریکا و مدلینگ وی برای برندهای مختلف امریکایی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باش. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچه بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. لطیفه عزیزی یکی از دختر خانم های موفق با استعداد و مطرح در میان هنرمندان افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. لطیفه عزیزی با آنکه سن خیلی کمی داشت ولی توانست در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع اشتراک کند. لطیفه عزیزی با حمایت خاص مردم افغانستان توانست مقام 4 را در برنامه رقابت ستاره افغان به دست آورد. این هنرمند جوان و با استعداد بعد از ختم برنامه ستاره افغان هم آهنگ‌های بیشمار سرود که تاکنون آهنگ‌هایش مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار می‌گیرد. لطیفه عزیزی بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور امریکا بست. وی در کشور امریکا هم مانند قبل به کارهای هنری‌اش پرداخته است. برخلاف لطیفه عزیزی دیگر آهنگ نسرود ولی وی مدلینگ را آغاز کرد. برای برندهای مختلف در امریکا مدلینگ می کند، اما طرز پوشش لطیفه عزیزی موج انتقادات را به همراه داشته است و این دختر خانم تا کنون دستاوردهای خیلی خوبی هم در کشور امریکا داشته است. اما جالب اینجاست لطیفه عزیزی اکنون تصاویرش با لباس سفید در صفحات مجازی به نشر می رسد که وی در کشور امریکا ازدواج کرده است، اما تاکنون معلوم نیست همسر لطیفه عزیزی کیست و چرا وی لباسهای سفید بر تن کرده است. اما من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای لطیفه عزیزی با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. دوستداران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید جزو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال باشید. تا درود دیگر، بدرود.